شاعر میگوید گر نفسی نفس به فرمان توست، گوش اندازید، گر نفسی نفس به فرمان توست، شک شبهه میاور که بهشت آن توست. گر نفسی نفس به فرمان توست، نفس هم تو همچی یک انسان دان، انسانی که نفس میکشد. شاعر میگوید اگر همین نفس با همراهی نفساش اگر در اختیارت باشد، تو بالای او خوجین باشی، گر نفسی نفس به فرمان توست، شبهه میاور که بهشت آن توست. به شک و شبهه بهشت از آن تو هست، ای شخصی که بالای نفس تو خوجین و سردار هستی. خدا رحمت کند استاد ما را هم میگو بچم اگر کسی که نفس بالا را و نفس پایان اگر داشت، به شک وی اولیا هست. امروز هر چی شرمنده میکند، چی کارگر حکومت چی کارگرهای دینی را، و خدا قسم همین نفس کردگی هست، همین نفس هست. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. همه شما برادران عزیز و گرامی را به این ماه پرفیض و پربرکات از نام خودم و تمام مسئولین این مسجد تبریک و تهنیت میگویم. پیش از آنی که دعای یک جایگی انجام دهیم، میخواهم در باب اجابت آدم روزدار حدیثی را برای شما از حبیب خدا بخوانم و بعدا یک جای دعا میکنیم. ثلاثة لا ترد دعوتهم. حبیب خدا گفتند سه طایفه را، سه گروه انسانها را دعاهاشان مثل تیری که در نشانه میرسد قبول است. سه گروه انسان هر وقتایی که اگر دستها را پهن کنند از جانب پروردگار، مثل گدا اگر سؤال کند، الله میفرماید که من دعای این سه گروه را رد نمیگردانم بلکه اجابت میکنم. الصائم حتى يفطر، الامام العادل و دعوت المظلوم. حبیب خدا گفتن آن پادشاهی که عدل دارد، توفیق دارد، انصاف دارد، مردمش را دوست می دارد، حق رعیت را پایمال نمی کند، دعای این پادشاه در نزد الله قدر و شرف دارد. و دعوت المظلوم، یک آدم بیچاره بی صاحبی که در نزد بعض از اشخاص، در نزد بعض از مردم هیچ قدر و قیمت ندارد، مظلوم است، بیچاره است، بی مال است، بی دستگاه و بی دکان است. الله گفت دعای اینم در نزد من قدر دارد. و سوم دعای انسانی که روزدار است، شخصی که روزه میگیرد، دعای او را پروردگار در برابر این دعاهای نفرهایی که یادآور شدم الله قبول میکند. با احترام این سخن پیغمبر خدا و سوی پروردگار
دستی به دعا می برداریم و از پروردگار دعا می کنیم که خدای مهربان به حرمت این بندگان روزدارت، به حرمت این بندگانی که از خوف تو نه طعام میخورند، نه آب می نوشند، نه کناره‌جویی با زنهای خود میکنند. خدایا اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والحرم والبخل. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر. خدایا روز از روزها ما این دنیا را پدرود میگوییم، روز از روزها ما به خانه آخرت و خانه دائمی خود که قبر هست مهمان میشویم. خدایا قبرهای ما را به راحت بگردان. خدایا فتنه ها و عذاب ها و دهشت ها و شرمندگی ها و بی قدری ها را از قبر ما بیرون بگردان. خدایا قبرهای ما را به باغ از باغهای جنتت مبدل بگردان. و نعوذ بک من فتنة المحیاء والممات. پروردگارا از همه فتنه ها این جمعیت ما را محافظت بفرما. خدایا روزه های داشتمان قبول بفرما. خدایا همه مکافات ها و ثواب هایی که در این ماه است خدایا بر این روزدارها نصیب و روزی بگردان. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری های ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. خدایا مسافرهای ما را صحت و سلامت به خاندان برسان. خدایا این ملک تاجیکان آباد بگردان. خدایا مدنیت، معرفت، اقتصاد این دولت ما را بالا ببر و خدایا سرور دولت ما را هم از همه آفت ها و بلاها در حفظ امانت نگه دار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين. این جمعه اولی از ماه مبارک رمضان است. چه روزهای با سعادت، چه روزهای خیلی خوبه برای ما بندگانش که عزیزان ما و شما میگویند بهترین ماه رمضان است، بهترین روز جمعه هست، بهترین شب قدر هست. الحمدلله که ما و شما از این سه چیزی که فیض دارد، فضیلت دارد، ما در داخل او حیات داریم. ما آن ساعت ها را، این لحظه ها از حیات خودمان سپری داریم. خوش به حال همه ما و شما در بهترین روز قرار داریم، در بهترین ماه قرار داریم. زود است که بهترین شبم در همین ماه است بالای ما و شما می آید. من برای شما وعده کردم که اطراف این ماه مبارک رمضان صحبت داشته باشم، زیرا باور کنید برادرای خیلی عزیز و گرامی و پدرای مهربان، بازم این قدر دعوت، بازم این قدر عدد زیاد مسلمان ها در تاجیکستان، با عدد این قدر زیاد مساجد ها و عالم ها باز به انصاف ها یافت می شوند که این ماه مبارک احترام نمی کنند. باز نفرهای یافت می شوند که از این ماه مبارک برخوردار نمی شوند، این ماه را روزش نمی دارند. این گروه به انصاف ها در بین ما و شما وجود دارد. شاید که این صدای مرا روز از روزها نفر از اینها شنود که پروردگار
برای کسانی که روزه می‌دارند چه اجر و چه ثواب می‌دهد. شاید که این سخن الله به او تأثیر رساند، فایده رساند و ویم از جمله ما و شما شود. امید دارم از پروردگارم، زیرا الله خود میگوید و ذکر فإن ذکر تنفع للمؤمنین. مردم پند دهید، به گوش مردم سخن قرآن رسانید. شاید روزهای این سخن، این ذکر، این جمله قرآن به وجود او تأثیر کند. شاید روز ویم اصلاح شود. به این خاطر میخواهم که موضوع امروزه را برای شما آغاز کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظیم. این آیت مبارکه از آغاز قرآن است، بعد سوره فاتحه، سوره بقره. الله جل جلاله، خدای پر اقتدار، خدایی که در قوت، در بزرگی کسی بر او ذات برابر شده نمیتواند، ذاتی که شریک ندارد، ذاتی که مثل ندارد، ذاتی که پدر و مادر و فرزند ندارد، میگوید یا ایها الذین آمنو. اشاره به سوی کسانی که دارند، الله اشاره دارد که ای کسانی که به هستی من ایمان دارید، ای کسانی که به پیغمبری محمد باور دارید، ای کسانی که به راحت و عذاب قبر باور دارید، ای کسانی که به زنده شدن بعد از مردن باوری دارید، ای کسانی که به روز قیامت باوری دارید. اشاره به اینها دارد، اشاره به مؤمنها دارد، اشاره به آن کسانی که هستی پروردگار را انکار میکنند، به آمدن پیغمبر محمد باوری ندارند، قرآن کتاب خدا نمیدانند، راحت و عذاب قبر اعتقاد ندارند، زنده شدن دویم باره را بعد مردن باوری ندارند. الله به آنها اشاره میکند و من کفر فإن الله غنی حمید. اگر شما با این کفر که دارید، با این بی اعتقادی و بی اخلاصی که دارید، اگر همچنانم که رفتن گیرید و شما سیله شوید، میلیون شوید، پروردگار تو بی نیاز است. برای ذات پروردگار، برای کارخانه پروردگار هیچ کمبودی پیدا نمی شود. فقط الله و شما سپارش داده ایستاده است. به کسانی که امروز گویم در اطراف من جمع شد، به کسانی که امروز به قرآن تسلیم شدند، این کتاب آسمانی دانستند. چی میگویند؟ این کسانی که ایمان بر خدا دارید، سپارش گوش اندازید. پروردگار سپارش داده ایستاده است به تمام مؤمنها. چی سپارش است؟ کسی که امروز دعوای مسلمانی دارد، کسی که امروز دعوای مؤمنی دارد، کسی که امروز اگر پرسه مسلمانی، میگوید بله الحمدلله مسلمانم، به همون شخص الله سپارش داده ایستاده است. و بندگانی ناسپاس و بندگانی به اعتقاد و بندگانی از قرآن دورش کار ندارد. الله کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. به شما فرض گردانیدم روزه داشتن ماه مبارک رمضان را، فرض گردانیدم برای آن شخصی که تنصیحت است،
برای آن شخصی که در سفر نیست الله گفت من قرار کردم، من حکم صادر کردم، این که از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب باید تو به طعام، باید تو به نوشیدن آب، باید تو با لذت بردن از زنهایتان دور باشید. فرض گردانیدم بالای شما روزه داشتن ماه مبارک را، کما کتب علی الذین من قبلکم. الله میگوید چگونه که بر امتهایی که پیش از شما بودند به ذمه اونها هم که فرض گردانیدیم. این ماه مبارک فقط برای امتهای محمد صلی الله علیه و سلم نیست میگوید پیغمبر، میگوید الله، بلکه این به امتهایی که پیش از شما بودند، پیروان حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت داوود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام و جمله پیغمبرهایی که پیش از پیغمبر ما و شما بودند. الله میگوید اونها هم در ماه رمضان روزه می داشتند. لعلکم تتقون. در آخر پروردگار گفت شاید که این ماه مبارک رمضان سبب شود و نفسهای شما پرهیزکار شود. شاید که این یک ماه سبب شود تا که شما بالای نفسهاتان خوجین و سردار شوید. چگونه ای که امروز نفسهای ما و شما بالای ما خوجین است، ما و شما را به خیلی راههای گناه و راههای شرمندگی و بیعزتی میکشد. الله میگوید شاید که این ماه مبارک سبب شود و شما بالای نفسهاتان خوجین باشید، خوجین شوید. مثل که شما نفس همچون یک اسب دانین که وقتی اسبی که بالای او تو سوار هستی و لجام او در دست توست، وقتی که لجام کشادی و حرکت میکند، یعنی همگی در اختیار تو هست. الله میگوید باید نفس شما لجامش در دست شما باشد. وقتی اگر لجام از دست ما و شما افتید، این اسب ما و شما را هلاک میکند. چگونه ای که الله در سوره یوسف در آیت 53 میگوید این النفس لاماره بالسوء. ای مردم آگاه باش، پروردگار میگوید همین نفسی که شما دارین همه وقت به سوی بدی شما را میکشد، همه وقت شما را برای بیعزتی و برای شرمندگی میکشد. این نفس هیچگاه به فایده شما کار نمی کند. شاعر میگوید گر نفسی نفس به فرمان توست، گوش اندازید، گر نفسی نفس به فرمان توست، شک شبهه میاور که بهشت آن توست. گر نفسی نفس به فرمان توست، نفس هم تو همچی یک انسان دان، انسانی که نفس میکشد. شاعر میگوید اگر همین نفس با همراهی نفساش اگر در اختیارت باشد، تو بالای او خوجین باشی، گر نفسی نفس به فرمان توست، شبهه میاور که بهشت آن توست. به شک و شبهه بهشت از آن تو هست، ای شخصی که بالای نفس تو خوجین و سردار هستی. خدا رحمت کند استاد ما را هم میگو بچم اگر کسی که نفس بالا را و نفس پایان اگر داشت، به شک وی اولیا هست. امروز هر چی شرمنده میکند، چی کارگر حکومت، چی کارگرهای دینی را، و خدا قسم همین نفس کردگی هست، همین نفس هست. رئیس جمهور باوری میکناند در یک
گویم در یک اداره یک شخص برده میگذارد که تا که در ملت و در دولت خدمت کند، 4 روز پس آوازه پهن میشود که وی رشوه گرفت. رشوه را برای چی گرفت؟ وی نفسش مجبور کرد. امروز گویم بعضی داملا و شیخ ایشان و صوفی ها مثل من بر این جاهل 4 آیت یا 3 آیت از یاد میداند یا 2-3 حدیث دیگر در پهلوش از یاد میداند. امروز گویم از همو استفاده برده و مردم تله و تاراج میکنند. این چی است؟ این به خاطر نفس است و نفس به همین راه برده ایستاده است. پروردگار فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. پروردگار در سوره و نازعات چی میگوید؟ سوره نازعات ده میگوید آن کسانی که از حد گذرانیدند، آن کسانی که بالای نفسشان خرجعی نشدند، نفس اداره کردن نتوانستند، اینها یقین دانند که مقام خود، باشیشگاه خود، جایگاه خود در دوزخ تیار کردند. و اما من خاف مقام ربه، الله بیان میکند لیکن آن کسی که بالای نفسش خوجین شد و نفس سرکوب کرد و برای نفس هر یک در و هر یک گوشه را حرکت نکرد، فإن الجنة هی المأوى. اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، الله میگه نفس اگر از هوا و هوس اگر نگاه داشت وای باشیشگاه و خانه خودش در بهشت جای کرد. کسی که بالای نفسش چی است؟ خوجین سردار است. افسوس که امروز همین دنیای گویم خیلی کوچکه، دنیایی که 50 سال و 60 سال عمر داریم، ما و شما را باور که با چی راههایی میبرد؟ نفس انسان و یا میبرد. خدا رحمت کند عمر خیام که میگفت پند دهمه اگر به من داری گوش. انسان میگفت ای شخصی که امروز در نفس مبتلا هستی، ای شخصی که امروز پایبند نفس هستی، میگوید پند دهمت اگر به من داری گوش، از بحر خدا جامعه تصویر مپوش. امروز حیله نکن. اگر تو همچو انسان باشی، خیرت داشته باشی، معرفت داشته باشی، عمر خیام گفت من از تو دیده صدها برابر با خیرت و با عقل و با معرفت هستم. تو سخن من گوش کن. گفت که من برای تو میگویم که از بحر خدا جامعه تصویر مپوش. جامعه تصویر گفت جامعه حیله را میگویند، جامعه نیرنگ میگویند، جامعه گویم که نفس میگویند. تو برای خاطر نفس، برای 4 سوم مال دنیا را به دست آوردن، هر گونه حیله و نیرنگ استفاده نبرد. حضرت در دوام گفتن دنیا همه ساعت و عمر تو دمی، از بحر دم عمر ابد را مفروش. همین دنیا را گفت به منزله 1 ساعت دان گفت، لیکن عمر خود به منزله 1 ثانیه دان گفت. برای همین 1 ثانیه حیاتت گفت عمر ابدی بهشت نفروش گفت. این از پند عزیزان ما و شما. حبیب خدا بین صحابه ها چی گفت؟ گفت ای صحابه ها، گفت شما یک رفیق دارید، شما یک رفیق دارید. وقتی که این رفیق لباس میپوشانید، وقتی این رفیق عزت میکنید، وقتی این رفیق احترام میکنید، وقتی با او خیلی رفیقی نزدیک میشوید، یقین دانید که وای شما را شرمنده میکند. لیکن وقتی که این رفیق شما لباس نمیپوشانید، احترامش نمیکنید، عزتش نمیکنید، وای شما را چکار میکند؟ وای شما را وارد جنت میکند. صحابه ها حیرت ماندن، گفتن این گونه رفیقی درست نیست ای پیغمبری خدا. چگونه با کسی رفیقی کنیم و باز وای عزت نکنیم، لباس نپوشانیم، وای سیر نکنیم؟ حبیبی خدا گو آگاه باشید که آن رفیق نفس است. نفس است. اگر خارش داری عزت میابی، اگر عزتش دادی خار میشوی. نفس بد را
صاحب 4 کتاب نفس بد را هر کی سیرش میکند در گناه کردن دلیرش میکند. این دلیر بکنیم ما و شما. حضرت عمر خیام در دیگر مصرع‌های شعریش میگوید گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت. ای مسلمان ها بیدار شوید. میگوید وقتی شما از پی شهوت میروین، از پی هوا میروین، از پی خواهشات نفسانی تان میروین، گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت از من خبرت که بینوا خواهی رفت. من خبرت میتونم که تو بینوا رفتی. وقتی تو تابع نفس و تابع هوا و خواهشاتی شدی تو یقین دان که بینوا رفتی. از من خبرت که بینوا خواهی رفت. بینگر چی کسی و از کجا آمده ای، میدان که چی میکنی کجا خواهی رفت. حضرت گفتن یک نظر کن. گفتن تو کی هستی خودت؟ تو کی بودی؟ از کجا آمدی؟ چی کار کرده ایستاده ای و کجا میروی؟ این فراموش نکن. الله هم در تفسیر این مفسرها در تفسیر این آیت کریمه گفتن لعلکم تتقون، شاید که نفس شما با سبب این ماه مبارک پرهیزکار شود. شاید که شما اگر بندگان صادق و بندگان به ایمان باشید این یک ماهی که بالای این نفسات خوجینی، ببین خوجینی تو امروز معلوم است در پیش و طعام ایستادگی است نمیخوری و این نفس است. نفس برای تو دلالت میکرد که بخور، تو نمیخوری. حلقت قاق میشود، خشک میشود در پیش و تمام این شاکی هاست، تو نمی نوشی. برای تو بالای نفست خوجینی. زنی جوان گرفتی، شاید یک روز از حیاتت، شاید نیم روز ناگذشته که ماه رمضان در آمد، تو خواهش داری که با آن زن همخوابه شوی، لیکن ماه رمضان سبب شد نفس تو پرهیزکار شد، تو بالای نفست خوجین شدی و با این دختر زیبا، با این عائله حلال خودت نزدیک شدن میتونی. ببین تو در یک ماه بالای نفست خوجینی. الله میگوید مقصد از این ماه مبارکم یک گوشش انا همین است که شما ای بندگان خدا پیرو نفس نشوید، بالای نفس هاتان خوجین باشید. زیرا که شما اگر دوستان خدا را نظر کنید، شیخ برسیسا را بار قصه کردیم 400 سال حضرت عبادت کردند، چند هزار مرید و شاگرد داشتند، آخر پیرو نفس شدند، با یک زن زنا کردن، از دنیا با به ایمان رفتن. که روز قیامت در روایت ها میگه تمام زناکارها در زیر بیرق شیخ برسیسا محشور میشوند. یا اگر گویم ثعلبه که قصه قرآنی است، من شاید که در باب زکات این قصهش مفصل برای شما بیان کنم. یک شخص فقیر بود، بیچاره بود و دعای رسول اکرم دولت یافت، یکی وقتی که آیت زکات نازل شد که زکات ده، گفت این مال میراثی است، گفت این گو از این زکات نمیدهند. گفت وقتی که آیتی آمد برای وعید بالای ثعلبه، دیگر هر چند که زکات هم که داد صحابه ها و پیغمبر خدا قبول نکرد. برای خاطر نفس، برای خاطر مال دنیا دیگر نه جمعه میخوان، نه نماز 5 وقتش میخوان، نه زکات مال شد. این دوستان خدا در کدام عذابها از پشت نفس گرفتار شدند. شاید که پروردگار میگوید نفسهای شما پرهیزکار شود، شاید که شما بالای نفسهاتان ای بنده های خدا خوجین شوید.